Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، خواستیم که امروز بهر شما عزیزان یک چیز به نام مکارونز نشان بدهیم. شما انشالله که در دوام نوار میبینید که چی هست این. خب ما اول چیکار میکنیم؟ شربتی را آماده میکنیم. ما در اینجا 150 گرم شکر داریم. شکر را در یک ظرف جداگانه بسم الله الرحمن الرحیم گفته میریزیم. بعدا 40 میلی لیتر آب هست، 40 گرم یا 40 میلی لیتر آب هست. آب را همراه میکنیم. خب حالا این را میگذاریم در بالای پیلته. آتش زیرش روشن میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینایی را روشن کردیم. میگذاریم که جوشیدن گیرد. تا جوشیدن این را ما در اینجا یک ظرف جداگانه گرفتگی هستیم. در این ظرف 150 گرم میده کردگی بادام است. بادام میده کردگی هستیم. 150 گرم را همراه میکنیم. بعدا 150 گرم پودره شکر میده کردگی ساختیم پودره ایرم همراه کردیم. خب حالی ما 55 گرم سفیدی تخم لازم داریم. ببینید بینندگان عزیز، 2 تخم را ما میگیریم. انا شکسته زردیش جداگانه میگیریم. سفیدیش لازم است برای ما 55 گرم در کار داریم. 2 دانه تخم 60 گرم تخمینا میشه. خب به هر حال باید گرم بکشیم میره. خب اینا یک دانه. نه ببینید 55 گرم. خب این رو همراه میکنیم. همراه که کردیم باید چیکار کنیم؟ این رو ارالش کنیم، بکوبیم. ببینید که آماده شد. این رو یک طرف میگذاریم. یک ظرف دیگه میگیریم. باز به مثل همین 55 گرم دیگه باز سفیدی تخم به کار داریم. خب شما فهمیدین که 2 دانه تخم 60 گرم می شود. سفیدیش 55 گرم در کار است. این را با میکسر میزنیم تا خوب پدیام بتید. خب اینا بینندگان عزیز ببینید که شربت رفت شدگی است. ما این را باید که در سفیدی کنم همراه کنیم. خب اینا ببینید عزیزان آماده شده است. باید این ما تا خنک شدن بزنیم با میکسر قطعی. خب اینا تیار شد. چیکار میکنیم؟ حالا این رو با این بادام و ساختیم پودره که آماده کرده بودیم همراه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم گفته کم کم در این میریزیم و اینجا میکوبیم. ببینن عزیزان خمیر آماده شدگی هست. و خمیرمان را میگیریم در سلفانی که داریم در دستمان یا که همین خلطه که داریم در دستمان. خمیر را در این خلطه میگیریم و
در لیست ها میریزیم. خب با این شکل قطعی ما چیکار میکنیم؟ این رو میریزیم در لیستمون. بسم الله الرحمن الرحیم. باید اینا همش یک رزمیر بیاید. حالا ایرا میگذاریم 1 ساعت میستد تا که این بالای همین کمکت کاکر شود، شاخ شود. بعد ایرا ما در دخوفکه میگذاریم. خب ولی تا دم گرفتن اینا را گفتیم که 1 ساعت باید دم بگیرن. ما تا دم گرفتن اینا را کریمی را آماده میکنیم. یک طرف میگذاریم اینا بیستن. خب بینندگان عزیز، ما گفتیم که کریم رو آماده کردنش نشون میدهیم. خب در اینجا ما 300 میلی لیتر شیر گرفتگی هستیم. باز 100 گرم شکر گرم همراه میکنیم. شکر رو همراه کردیم. فیلترمون رو روشن میکنیم که تا این شیر کمتر جوش بیاید. تا جوش آمدن ایره ما در اینجا 50 میلی لیتر دیگه شیر گرفتگی هستیم جداگانه. و یک قاشق آرد دیگه هم همراه داریم. 20 گرم میشه تقریبا. شیر را همراه میکنیم. این را آمیخته کرده. خوبی آمیخته که شد، یک دانه تخم است. تخم را همراه میکنیم داریم. ببینیم تخم را همراه کردیم. خب ما منتظر میشیم که شیر که جوشکی آمد، باز این را ما در داخل همین شیرمون آن میریزیم. خب اینا ببینین که شیر جوشیدن شروع کرده است. ما چیکار میکنیم؟ این را میریزیم داریم، میکوبیم تیز تیز که تگش نچسبه. خب این را کم خیلی کفتیم. دیدن که غلط شد. اینا ببینین همین خیلی آماده شدگی هست. کم خیلی جوش که خوردک آماده شدگی هست. این را میگیریم یک طرف میگذاریم تا که سرد شود و غلط میشود. وقتی خنک کشید باز غلط میشود. ما کریم رو بعد انشاءالله پیش رو میکنیم. خب اینا این مکرونسای ما آماده شدگی هست. ببینین کم خیلی بالاشون شخ شدگی هست. اینا دست نمیچسبد. حالا میبریم در دخوفکه میگذاریم در حرارت 150 درجه 10-15 دقیقه پخته میشود. خوب باز فرق میکنن دخوفکه هر یک شما. خوب باز در دخوفکه ما در چند دقیقه پخته شد برای شما از آن گپ میزنیم. خوب اینا بینندگان عزیز، چینی ها را میگیریم، یک بار میخفیم بالاشونو. پخته شد در مدت 15 دقیقه. مکرون های ما پخته شده است. خوب اینا آوردیم، این را میگذاریم که کمک خنک شود. تا خنک شدن اینا را باز لیست گرم رو میبریم در دخوفکه میگذاریم. بازم حرارت 150 درجه 15 دقیقه از ما پخته کرد. تا این را یک طرف میگذاریم تا خنک شدن اینا. بازم کریم آماده میکنیم. شما میبینید. خوب ولی در این ظرف 200 گرم مسکه گرفتگی هستیم. این همون زبرنایی که آماده کرده بودیم خنک شدگی هست. ولی ما مسکه رو میزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن امانت مسکه باید که کامل تمپراتور باشه، حداقل 4 ساعت بیشتر از خلدنی بگیرین که نرم باشد، بسیار یخی بد نباشد.
خوب تخمینا 1-2 دقیقه این رو زدیم، ولی از این زورنایی که آماده کرده بودیم کم کم اضافه میکنیم. ولی یک پچکه ونیلین همراه میکنیم، 5 گرم است و 10 گرم کاکائو. کاکائو هم اختیاری است، خواستیم کرم شکلات دار کاکائو میاندازیم. خوب اینا کرم تیار شدگی هست، ولی نوبت به مکرون سورا چسباندنشون است. ببینید ماشاءالله کرمی بازی اومده. خوب یک طرف میگذاریم. خوب اینا ببینید که خنک شدن. ما چون که سری تپ آماده کردیم، یک کمی گشم در داخل دخوفکه هست. بعد خواستیم که اینا را بر شما از نشان بدهیم. کرمی که تیار کردیم و برای سری تپ است. شما همین را نصف شو آماده کنیم میرسه. خوب کرم رو در یک خلطه دیگه میگیریم مثل قبل ولی. خوب اینا کرم گرفتیم. ما چیکار میکنیم واسه برای اینا باید که چی بکنیم؟ مثل هم اینا میخیل دیدین کمک کرمش میگذاریم بالاشون دا. اینا قباس است. اینا خوب با اینمی ترتیب قطعی همه این بدگی همی چینکورا همی خیل کرم میمونیم در بینشون. خوب ایناش کلانتر است، این میده تر. خودتون میفهمید که اگر کلان بخواین کم دارم کلانتر میکنیم. ما امروز کم تا کلانتر درست کردیم. خوب ایرا میده ترش اینه. اگر بخواین که رنگه باز میتونین که رنگ سبز است، سرخ است، هر رنگی که بخواین باز میتونین که رنگ پرتوین. و ما داخلی را نشون بدیم درونی همی چه شکلن. نبینید درونشه باید خیلی قوی باشه. خوب همین ترتیب همه اینا را خلاص میکنیم. باز برای شما از نشون میدیم. خوب اینا بینندگان عزیز، همون پچینی که گفتیم یا که همون بنام اینجا که میگن مکرونز، این همین است. آماده کردیم. ما اینجا هم میده و کلان مثلا پخته کردیم. این کلانش برای شما هم کلانش نشون دادیم. خوب میدهش هم هرش یک چیز است. این مثلا ما داخلش یک نشون بدیم ببینیم چقدر از داخل اینا. بسم الله.
خوب این همین است. بسیار ماشاءالله مزه خوب هم دارد. این کرم که وقتی که بکشه بازم نرم میشه، بسیار خوب است. خوب برای خودتان آماده کنین. نوارهای ما را به یاران و دوستان روان کنین تا که آنها هم بیننده باشند. الله یار و مددگارتان باشد. تا نوارهای بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.